سلام دوستان عزیز، به یه داستان آموزنده و الهام بخش دیگه خوش اومدید. امروز با هم داستان پدر ثروتمند و پسرش رو مرور میکنیم که یک سفر ساده به روستا درس زندگی براشون به همراه داشت. شاید این داستان به همه ما یادآوری کنه که زندگی فراتر از دارایی‌ها و تجملاتیه که گاهی اسیرشون میشیم. پس تا پایان با من همراه باشین تا این تجربه جالب رو با هم مرور کنیم. روزی روزگاری مرد ثروتمندی تصمیم گرفت پسرش رو به روستایی دور افتاده ببره تا تفاوت زندگی پرزرق و برق شهری رو با زندگی ساده روستایی بهش نشون بده. هدف پدر این بود که پسرش قدر رفاه و امکانات خودش رو بیشتر بدونه. اما این سفر درس‌های متفاوتی رو برای هر دوی اونها به همراه داشت. اونها راهی روستا شدند و با عبور از جاده‌های پرپیچ و خم به روستا رسیدند. یک شبانه روز مهمان یک خانواده مهربان روستایی شدند. خانه‌ای ساده با دیوارهای گلی، سقفی از شاخه‌های خوش، اما پر از مهر و محبت. پسرک با دقت به اطراف نگاه می‌کرد. چیزهایی می‌دید که برایش جدید و جذاب بود. در طول روز خانواده روستایی اونها را به باغی که نزدیکی خانه‌شان بود بردند. بچه‌ها با شور و شوق در باغ بازی می‌کردند. بزرگترها مشغول چیدن میوه‌های تازه از درختان شدند. پسرک برای اولین بار از درخت بالا رفت و سیبی چید. طعم شیرین و رسیده سیب برایش شگفت‌انگیز بود، چون همیشه میوه‌های بسته‌بندی شهری را خورده بود. بعد از جمع‌آوری میوه‌ها کنار رودخانه نشستند. مادر خانواده شروع به پختن نان سنتی کرد و پسرک با کنجکاوی از او پرسید که چطور این نان‌ها رو درست می‌کنند. مادر با لبخند برای او توضیح داد و پسر برای اولین بار یاد گرفت چطور آرد و ورز بده و خمیر درست کنه. این لحظه‌ها برای پدرش هم پر از معنا بود. شب زیر آسمان پرستاره همه کنار آتشی کوچک جمع شدند. داستان‌هایی از زندگی روستایی و قصه‌های قدیمی تعریف کردند. پسرک غرق این روایت‌ها شده بود. داستان‌های ساده‌ای که روح هر انسانی را غنی می‌کرد. صبح روز بعد وقت برگشتن فرا رسید. پدر از پسرش پرسید: خب پسرم، از این سفر چه یاد گرفتی؟ پدر: یاد گرفتم که ما توی شهر خیلی چیزها داریم، اما دلمون خالیه. ما فانوس‌های تزیینی داریم که تنها بخشی از خونه ما رو روشن کرده، اما اونها آسمان پرستاره رو دارن. ما باغچه کوچکی داریم، ولی اینجا دشت‌ها بی‌انتهاست. مهمتر از همه فهمیدم که ثروت واقعی در چیزهای ساده و شادمانی‌های کوچک زندگیه. من حیرت زده از این حرفها برای لحظه‌ای سکوت کرد. با هر کلمه‌ای که از دهن پسرش بیرون می اومد، حقیقتی جدید براش روشن می شد. پسر ادامه داد: پدر، ممنونم که به من نشون دادی چقدر فقیر هستیم. فقیر از داشتن چیزهایی که با پول نمیتونیم بخریم. فقیر از لذت‌های ساده زندگی و از درک زیبایی‌های اطرافمون. مرد حیرت زده از این حرف‌ها به فکر فرو رفت که شاید چیز مهمی رو در زندگی از دست داده باشم. این سفر به هر دوی اونها یاد داد که خوشبختی در سادگی و طبیعت نهفته است، نه در تجملات و دارایی‌ها. اون روز مرد با دیدگاهی تازه به زندگی برگشت. او یاد گرفت که خوشبختی واقعی و ثروت حقیقی در لذت‌های ساده، طبیعت و گذراندن لحظات با عزیزانش هست. شاید بزرگترین درس این سفر برای او این بود که گاهی باید دوباره و با نگاهی تازه به زندگی نگاه کنیم، چون در سادگی ثروت‌های بی‌پایانی هست که ما رو به شادی و آرامش واقعی میرسونن. دوستان عزیز، ممنونم که تا انتهای داستان همراه من بودید. اگر این داستان براتون جالب بود، دوست دارید داستان‌های بیشتری بشنوین، حتما کانال ما دنبال کنید و نظراتتون رو با من در میون بگذارید. تا داستان بعدی موفق و پر انرژی باشید.